یه ذره اینجا تاریک نیست؟ الکسا turn on hall chandelier. thank you. اگر طراح هستی و یا با هوش مصنوعی کار میکنی حتما برات پیش اومده که خواستی صورت یه شخصی رو ادیت بزنی ولی یهو همه چیز خراب شد. این مشکل اکثر هوش مصنوعی های قدیمی هستش که فقط میتونن مرحله بعدی رو تشخیص بدن و برات ادیت بکنن و نتیجهش میشه یه عکس بی‌کیفیت. میخوام بهت یه چیز خیلی باحال معرفی کنم. بیا اینجا. گوگل یه آپشن جدیدی آورده به نام مولتی مودال دیفیوژن ترانسفورمر. میتونی دقیقاً مرحله بعدی عکس تو رو پیش بینی بکنه و بهت بگه که چی میخوای. مرحله به مرحله برات بسازه و عین یه عکس واقعی تحویلت بده. یه آپشن خیلی جذابی که داره اینه که میذاره صورت و اجزای اصلی صورت و بدنت قفل بمونه و هر تغییری که خواستی هر جایی از تصویر بدی و اون قسمت هایی که قفل شدن سالم بمونه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه یه عکس واقعی و دقیق که فقط توی چند ثانیه درستش کردی که میتونی همه جا منتشرش بکنی.